سلام دوستا عزیز، امیدوارم جور سلامت باشین. دیگه قصری که میبینین آب و هوا دوباره تغییر کرد و ما آمدیم دوباره در قلب طبیعت با یک ویدیو بسیار زیبا و مقبول با از خیلی مدت طولانی و زیاد. دیگه زمستان بود نتونستیم ویدیو بگذاریم، البته این رقم ویدیو با این رقم طبیعت. دیگه امروز با یکی از زیباترین آبشارهای بریتیش کلمبیا میریم. دیگه اکثر 20 کیلومتر از داخل شهر ونکوور بیسی دور است. دیگه قسمی که میبینیم ویو را هنوز ما نرسیدیم، تقریبا 10 کیلومتر مونده که برسیم. دیگه انشالله در ادامه برنامه با ما باشید. دیگه چینل سپورت کنین، حمایت کنین تا از ویدیوهایی که در آینده انشالله میاد بخیر لذت ببرین. Stay cool. اعتبار سربلندی در فروتن بودن است. چشمه شد فواره وقتی بر سر خود پا گذاشت. بیننده های عزیز سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم هر جای دنیا هستین سلامت و صحتمند باشین. بعد از مدت ها که در خدمت شما هستیم، من میفهم همتون گلایه دارین و همتون پیام گذاشتین که ویدیو در قناه میدیا بسیار دیر است که آپلود نشده. بنابر یک سری مشکلاتی که ما داشتیم نتونستیم ویدیوهای ما را اپلود کنیم. دوباره آمدیم. برنامه سفر چکر است و آغاز تابستان و چکرها و سفرهای تابستانی ما با تیم و اعضای خوب قناری میدیا. محمد جان چند لحظه پیش برتان گفت که کجا قرار است بریم. شما با ما باشین ببینین که منطقه که امروز میریم چقدر زیباست، چقدر آب و هوای زیبا داره و همچنان آبشار بسیار زیبا داره. براتون معرفی میکنیم. اعضایی که در ونکوور زندگی میکنین بیاین ببینین، لذت ببرین و تابستان خوبی را براتون آرزو دارم. دیگه محمد رحمانی یک بار دیگه در قناری میدیا گفته اگه تا چی میگن پیدا میشه out of nowhere. دوستا عزیز امروز آمدیم به یک سایل دیگه و یک پیکنیکی دیگه آمدیم دوستا عزیز با جمع از اعضای فامیل. دیگه قسمی که میفهمید زمستان خلاص شده، روزهای تابستان آمده میره و آب و هوا داغ شده میره. دیگه برنامه های گفته تا هایک ما و برنامه های زیبای ما دوباره آغاز میشه. دیگه چینل سپورت بکنین. دیگه فعلا دوستا عزیز در میانه راه بودیم که برخوردیم با یک نمایشگاه موترهای بسیار قدیمی که مردم موترهای زیبای خود به نمایش گذاشتن. دیگه قسمی که میبینین موترها بسیار قدیمی و زیباست. دیگه خواستیم که براتون یک ویدیوی بسیار زیبا تقدیم کنیم. Look at this car. دوستا شما میبینین موترها از بسیار قدیم است و امروز نمایشگاه موترهای قدیمی است. مردم کانادا اکثریتشان موترهای قدیمی را دوست دارن و نگاه کردن. این نمایشگاه همگی موترکای مقبول خدا آورده که براتون نشان بدن. البته همگی بر دیدن این موترها به اینجا آمده. ما براتون ویدیو گرفتیم که بر شما نشان بدیم. بسیار مقبول است، بسیار جدید. دیگه خودتان میتونین ببینین هر کدوم. دیگه برتان از موترها تصویر می داشته باشیم دوستا عزیز. چینل سپورت کنین. دیگه در ادامه برنامه ما را همراهی کنین. شیر میتونی ویدیو بگیری؟ من خودم میخوایم گپ بزنم در موردشون. قسمی که میبینین نمایشگاه موترهای قدیمی است و بسیار زیاد من خوشم آمد این موتر. هرچند که من
در شناخت موترها بسیار زیاد بد هستم، یعنی هیچ نمیفهم نام اکثریت موترها را و چون علاقه من زیاد نیستم موترم زیاد مقبول است و این زیاد خوشم آمد که رنگ بسیار مقبول داره، بسیار زیاد کیوت است و بسیار زیاد رنگ قهوه ظریف و گفته از دوست ما که من موتر خود ازش خریدیم رنگ بسیار دختر پسند است. دختر رنگای روشن زیاد خوب داره و این رنگه که بسیار رنگه بسیار مقبول زرد اما خوشم بروی این طرف هم موترها خیلی زیاد است. سیاه جان همکاری میکنن در قسمت ویدیو گرفتن همراه ما. سیاه جان بیا رنگهای این موتر سکو سیاه ببین کامرا بگید چقدر پخش است. من نمیفهم که اگه حال در سرکا کانادا خیلی خوب است برای این موتر، سرکا همش خوب است اما مطمئن هستم که حتی در این سرکای هوا رو حتما جذبه میبینه چون خیلی پخش است، بخی در زمین است، هوا است. زیاد در مورد نام موترها نمیفهمم، دوستا خودتان کسایی که میفهمین نام موترها را لطفاً در کامنت نوشته کنین. من فقط میفهم که موتر استفاده میشه که آدم بره یا یک میتونه یک خدمت برای ترانسپورت آدم ها باشه و نمیفهم ناماشون زیاد علاقه من نیست. نمیفهم موتر چه مقبول است محمد جان می‌کنم از این ترچیز می‌کنم. یا کمپانی فورد است، موتور بسیار قدیمی است، رنگش هم رنگ زرد است. رنگش نمیفهمیدیم. یا نام اونرش هم جی است. جی کراس. نام اونرش هم نوشته است اینجا و این موترک قسم من نمی‌فهم دوباره نامشه. بسیار موترک‌های لوکس مقبول. دیگه اطلاعات هر کدامشون در مقابلشون نوشته شده. امی انفورمیشن خود موتر از چند سال پیش است و صاحبایشان نامایشان که صاحب موتر کیست، چند سال را نگهداری کرده و همه اطلاعات در خودشان نوشته است. میگه میتونه برای بخوانه. من نمیفهمم موترها به فروش مانده شده یا فقط به دیدن؟ فقط یک نمایشگاه یک روزه است که موترهای خود به نمایش گذاشتن، نامای خود نوشته کردن و نوشته کردن که از کدام سال اینا را تا فعلا نگهداری کردن. بسیار خوب. فروشی نیست، فقط میتونیم ببینیم که اینا از کدام سال تا حال ماندن. من بریم ملاین بعدی و براتون نشان بدم که این موترک ها چه وقت است، چه قسم است. بسیار خوشایند بود بر من، مخصوصا بعضی دوستا هستن که بسیار امو دورانهای قدیم دوست دارن. رنگی موتر بسیار رنگک مقبول، این رنگ زیاد خود خوش دارم. یکم زیاد یعنی من یک چیز کشف کردم که در بین موترها در سابق و حال سابق رنگای روشن زیادتر مردم میپسندیده. از این خاطر قسمی که شما میبینین همه موترها رنگای بسیار مقبول و متفاوت از یک دیگه دارن، اما حال جوانا اکثرا رنگای تاریک میپسندن، رنگای دارک میپسندن، سیاه و نمیفهمم سرمه‌ای و رنگای بسیار دارک. از اون خاطر اکثریت موترها چقدر مقبول است. ایرم تو یک چیز فایر داده، بسیار مقبول، بسیار زیبا، زیاد شکل و قواره مقبول داره. خب قسمی که دیدین و بسیار مقبول بود و این موترک هم زیباست. موترهای سابق بسیار پخش بوده و حال اکثرا مردم من نمیفهمم هستن کسایی که موترهای پخش میپسندن، اما موترهای بلند زیادتر از فعلا. یک خیلی خورده است و در دو نفر جای میشه و تمام. یک وقت یک برنامه بود دوستا در یکی از تلویزیون‌های داخلی وطن ما شما نشر میشد به نام آریانا که همین موترها را میبردن از هر کس او جور میکردن. برنامه خارجی بود که نشر میشد آریانا. اینی شیپ کال پیش رویتان میبینین اکثر نو موترها را که میساختن نمی شیپ جور میکردن. دیگه
رنگارنگ می ساختن و اینا. اینی موتر زیاد خوش کردم، سواریش هم زیاد مقبول است، کودکش هم زیاد کیوت است. باز به گفته مو موتر فروش دو رنگ دختر پسند داره. دیگه اینی هم رنگ موترک من نارنجی دیگه. یا دوستای عزیز، قسمت که مشاهده میکنین نمایشگاه موترهای قدیمی است. همه مردمایی که موترهای بسیار قدیمی دارن موترهای خود به اینجا آوردن و شما در بک‌گراند ما مشاهده میکنین موترهایی است که از بسیار سالهای سابق و کمپانی قدیمی ساخته شده و این نمایشگاه برای مردمایی که آثار عتیقه و تمام موتر و همه لوازمی که مربوط به گذشته است را دوست دارن. سالانه فکر کنم گرفته میشه و مردم همه میاین موترهای قدیمی خود میارن اینجا به نمایش میمانن و همگی میتونه بیایه و از این موترها دیدن کنه، عکس بگیره همراهش و میتونن ببینن انجین موترها را، تفاوت موترهای امروز با موترهای سابق و شکل ساختارشان. و قسمی که من فعلا آمدم مشاهده کردم، شما در ویدیو دیدین همه موترها بسیار نو و کاغذ پیچ نگاه شده و اینا همه کشان موترها رو بسیار خوب نگاه کردن، بسیار خوبش بوده، بسیار جالب بوده برشان و همینطور هستن مردم ها شوقیستن نگاه میکنن موترها را. این از فکر کنه 100 سال پیش، از بسیار سال قدیم دیگه. بسیار خوشم آمد. موترها زیاد رنگای مقبول داشت، بسیار قوارای مقبول داشت. امیدوار هستم شما میبینین از که خوش دارن نمایشگاه محترم. برای خانمی نمایشگاه با چند نسخات بود، اینجا براتون نوشته میکنم آدرسش و اینکه نمایشگاه برای چند روز است. حتما بیاین کسی که خوش دارن موتر دیدن کنن و اگر که تنها امروز بود باز چیزی جا نوشته نمیکنم. اگر نوشته نکنم باز میفهمین که نمایشگاه فقط برای امروز بوده و خوشبختانه ما تانستیم از این نمایشگاه دیدن کنیم و مستفید شویم. دیگه دنبال کنین ما را تا رسیدن با آبشار. شما را به خداوند میسپارم، منتظر باشین و دوباره میگم سابسکرایب کنین، لایک و کامنت و فالو هم فراموشتان نشه. سفر ما از اینجا آغاز شد. قسمی که میبینین بسیار یک جای زیبا، مقبول، جای برای نشستن. اکثریت خانواده ها آمدن اینجا بریکفاست میکنن، چای صبح خود آوردن کنار آب، سرسرای آب و طبیعت. چوکی های بسیار مقبول، پاک، تمیز، میتونید استفاده کنیم دیگه. خیلی خوشاینده، خیلی برای خوشم آمد. بریم ببینیم که در ادامه سفر چه جای زیبای دیگه را خواهد دیدیم. اینجا خانواده ها زیادتر آمدن. برای خانواده ها خیلی جای قندول است، فامیلا میتونن اینطور بشینن، اولادکاشون میتونن در قسمت آب بازی کنن. مخصوصا در تابستان که طفلا آب زیاد خوش دارن. آب کم است، طفلا آبگار هم نمیشن، میتونن فقط ساتیری کنن. ما همراه تیم چکر ما، سهر جان، محمد جان، سیاه جان و خودم آمدیم دنبال یک ماجرای جدید ببینیم که چه خواهد شد. ساینا را در هر جایی که میدیم زیاد متوجه باشید، با اهمیت هستند. قسمی که میبینیم بگراند ما درخت های بلند بالا، سر بچی است، خیلی درخت های زیبا. آب و هوا را تو تازه ساخته دیگه. این قسمت هم ببینین
Thank you. Jack, we did you guys play on? Jack, tell them, did you like to talk on this part of my life? چون امروز روز ابری است و مسیر درخت و آب و آبشار است. هوا کم سرد شده دیگه. شما مدمن اگر با طفلایتان مین لباسکای گرم برشان بیارین. احتمال داره که هوا سرد شده و نیاز پیدا کنین به لباسکای گرم و برای خودتان کرتیکای گرم. آقا دوستین قولای خودش لچ است. کرتیم اینجاست. ما خنک نخوردیم. یک دلیل دگام داره. مدینه روز درست پیش 4 دوز واکسینایی که به دور پرکتیک نرسای من نیاز از گرفتیم که تیداب است و پولیوست و هپاتایتیس بی مننجایتیس اینیا رو گرفتیم. هر دو دست متاو کده یه جی نمیفهمم یا خنک است یا گرمی دیگه. هم کرتی گرفتیم. امکان داره که پسان زیاد سرد شوه و نیاز پیدا کنیم. خب ببینین تصاویر باز صبر کنیم. اتفاقا کانادا کشوری است که طبیعت همیشه دست نخورده باقی مانده و مردم اینجا زیاد علاقه ندارن که طبیعت از شکل طبیعی خودش بیرون شوه. و می خاطر است که هیچ دستی به سر صورت جنگل ها نمیزنه. دولت و جنگل ها را همواره به شکلی که هستن باقی میمونه. مردم شکل طبیعی و باقی خود جنگلات دوست دارن و خوش ندارن که دولت برش بزنه سرسبزی ها را و یا از شکل اولی طبیعی خودش اینا را بیرون کنه دیگه. و می خاطر جنگلات هم خیلی زیاد است و اما همون شکل اولی و طبیعی خودش همیشه باقی مانده. با فالز یا با مو آبشار که قرار بود برسیم رسیدیم. ما دیگه سرستا بالا میریم. شما از اینجا صدا و زیبایی و شرشور آب میبینین و میشنین. مسیری که بالا میشیم یک ذره سخت است. ماشین که من از سگ هم میترسم. روبرویم هم سگ آمده. زنکه از اون برخوردم فهمید. من میترسم. مثل مسیر راه برای رفتن به نزدیک آبشار خراب است دوستا. هرچند طفلا را آوردن فامیلا ما واقعا سخت است. Okay, you gotta let go. You gotta go a little bit. You're okay.
آهسته آهسته به این زیبایی آبشار نزدیک میشیم. من ماندام شدم بسیار زیاد. Oh my god. گلس همه جا گلس. زیاد باید متوجه باشیم. تقریبا رسیدیم. Oh, it's all good, all good, all good, all good, all good. You need my hand? You know, hold my hand? Okay. Okay, let's go. خب دوستان عزیز، قسمی که میبینین ما رسیدیم دیگه. راهش طولانی نیست، فقط 15 دقیقه قدم میزنین در پارک میرسین به این آبشار زیبا و دیدنی. دیگه مردم زیاد آمده و همگی قسمی که میبینین تصویر برداری دارن و میخوان خاطرات خودانه داشته باشن از این جای زیبا و مقبول و لذت ببرن. دیگه بریدل فالز means یعنی دامن عروس. دوستان از قسمی که میبینین بسیار طولانی است مثل دامن عروس، با اون دلیل اسمش بریدل فالز است. دیگه یک جای بسیار دیدنی و زیباست. دیگه امیدوارم از برنامه لذت ببرین و با سپورتتان، با حمایتتان ما را دوباره تشویق کنین تا برنامه‌های زیادتر تقدیم کنین و ما را تشویق کنین که از شهر بیرون شوم به شهرهای دیگه برنامه‌های مقبول زیبا آماده بسازم اگه مادرم اجازه بده. واو باشید. Look at this beautiful dog. شما مرا با ویوی پشت سرم میبینین که چقدر آبشار زیبا و بلنده. دامن عروس نام داره، برایدل فال. واقعا مثل دامن عروس زیبا است. واو. واقعا مسیر بالا شدن سخت است. همه ای خوش میکنن که بالا شدن.
تاشو بیا. محمد جان، سهر جان، ماما جان همه‌شان عکاسی های خود کردن. ما میز خیلی خسته شدیم کشتم چند لحظه رست کنم خستگی رفت کنم. فامیلا همراه طفلای خود رو بسیار سختی بالا میشن. همراه خیلی خراب است ولی بازم میاین. یک دیگه برام بگی سر من لقبی دیگه دوستای عزیز برگشتیم. پایین شدیم. خیلی سخت بود چون گل بود. مسیر خوب بود دیگه. کسی که بوتای لشم داشتن اکثرا افتاده. ما هم دیگه با کمک هم دیگه پایین شدیم. اما شکر بخیر پایین شدیم، کسی نفتاد. دیگه باید زیاد متوجه باشین، بوتای خوب بپوشین اگر میخواین تا نزدیک آبشار برین. اگر نیک از دور میبینین تا قسمت خیلی راحت میتونی آدم بره. بعد از اوش خیلی سخت بود چون که مسیر گل و سربلندی داشت دیگه. همین بود آبشار و زیباییش. از اینکه میخواین بشینن حتی در پایان آبشار که ما این پس پایین شدیم صدای آب خیلی زیبا میه. جای برای شیشتن هم زیاد است میتونین بشینین. دیر نکنی منتظر دولا معروف نکاش میاردیم به خدا میگفتیم دوست دارم یادت نره دوست دارم خیلی دلم تنگ بر بسیار خسته شد. خب این دای عزیز، امیدوار هستم تا این دم از برنامه لذت برده باشین. دیدیم که رفتیم آبشار دیدیم، مسیر خیلی زیبا و دیدنی داشت. نزدیک آبشار هم رفتیم، کمی ترام شدیم. قسمتی که بالا میشتیم به نزدیک آبشار براتون نشان دادم ویدیوها که کمی سخت بود. باید کرمچای خیلی خوب بپوشین و حتما 2 نفری یا 3 نفری یا گروهی بیاین چون که تنها بالا شدن خیلی سخت خواهد بود، مخصوصا بر دختر خانوما دیگه. به خاطر که تر بود، مسیر گل بود، لای بود، همگیش باز آدم با آسانی میفته دیگه. این بود برنامه که تقدیم شما اجرا کردیم. یکی از آبشارهای بسیار زیبا در نزدیکی شهر ونکوور که برایدل فالز نام داشت. شما میتونین فقط با همی سرچ کردن برایدل فالز پیداش کنین. نزدیک ابسفورد یا امو چلیواک، در قسمت چلیواک بود فکر کنم دیگه. بازم من لوکیشن براتون نوشته میکنم. این بود برنامه امروز. تا برنامه بعدی یک شما رو به خداوند یک تا منان میسپارم. ایام به کامتان باد. خدا نگهدار.